امروز میخواستم مواد و نکاتی رو که من به کار میبرم که موهای براق و سالمی رو داشته باشم رو باتون در میون بذارم. من حدود الان 3 ماه هستش که این مواد رو به کار میبرم و واقعا تغییرات قابل ملاحظه و خوبی رو توی موهام دیدم و همین خاطر میخواستم با شما در میون بذارم. بدون اینکه زیاد پرحرفی کنیم بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه در مورد شامپو و کندیشنر یا نرم کننده که من استفاده میکنم بذاریم حرف بزنیم. من این شامپو استفاده میکنم، اسمش Clear Scalp and Hair Beauty Therapy Intense Hydration Shampoo. من این دوتا رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه اول از همه بوی خیلی خوبی میده و بوشون تا 2-3 روز توی موهام میمونه. والا راست میگم. و همچنین باعث میشه که موهامو خیلی صاف و نرم میکنه و خیلی خوب آمادش میکنه برای استایل کردنش. راستی یادم را بهتون بگم که این شامپو و کندیشنر که من استفاده میکنم پرابن ندارن، سالفیت ندارن. این مواد رو اگر توی شامپو دیدین استفاده نکنین به خاطر اینکه فوق العاده به موهاتون دمیج وارد میکنن، آسیب میرسونن. بعد از اینکه از حمام میام بیرون با حول تا اونجایی که میتونم رطوبت موهامو میگیرم و وقتی که در واقع حالت نمدار شد قبل از اینکه استایلش کنم من این درمان برای موخوره رو استفاده میکنم. از نکسس هستش، حالت کریمی داره، نمیدونم ببینید یا نه، و بوش خیلی خوب هستش. دوستش دارم به خاطر اینکه موخوره رو کم میکنه و باعث میشه که انتهای موهاتون حالت فریزی نداشته باشه، یعنی اینکه سافت باشه و مرطوب بمونه. راستی تمام محصولاتی رو که من ذکر کردم یه لینکی براشون پایین دارم یا اینکه اسمشون رو کامل توی قسمت اینفو بار براتون نوشتم، قسمت پایین. بعد از اون من این نرم کننده رو استفاده میکنم، از ترازومی هستش و من اینو واقعا دوست دارم و واقعا پیشنهاد میکنم که اگر بتونید اینو بخرید. حالا نمیدونم ایران گیرتون میاد تا جاهای دیگه، ولی من تو کانادا زندگی میکنم و این به راحتی قابل دسترس هستش. اینو من دوست دارم به خاطر این که در واقع اینجا گفته که تا 80% موخوره ها رو کم میکنه و من واقعا اینو به عیناً دیدم. گفته 80% بعد از 3 بار استفاده. من نمیدونم در رابطه با 3 بار استفادهش درست هستش یا نه، ولی من واقعا متوجه شدم که موخوره ها خیلی کمتر شد. بعد از اون من یک هیت پروتکتنت استفاده میکنم، دوباره از ترازومی هستش. این در واقع کارش حفاظت مو در مقابل حرارت هستش. حالا میخوایم با سشوار موهاتون استایل کنید یا با اتو موهاتون استایل کنید، این استپ خیلی مهم هستش. هیچ وقت اتو یا سشوار رو بدون هیت پروتکتنت استفاده نکنید چون واقعا به موهاتون آسیب میرسونه. اینو من خیلی دوست دارم و بازم پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه حالت اسپری هستش به موها، به تمام موهاتون میرسه چون که اسپریش میکنه، اون هستش استفادهش. همچنین حفاظت خیلی خوبی رو داره در مقابل گرما، در واقع موهاتون رو حالت چسبناک یا روغنی نمیکنه. در نهایت من قبل از اینکه استایلش کنم و بعد از اینکه استایلش کردم این روغن رو استفاده میکنم. روغن زیتون هستش، استفاده میکنم برای قسمت انتهایی موهام. باعث میشه که رطوبت در قسمت انتهایی موها بمونه چون اون قسمت همیشه خشک هستش و همچنین باعث میشه که در واقع موهاتون براق و سالم به نظر برسه. چند نکته رو که میخواستم باتون شیر کنم در رابطه با اینکه موهای سالمی داشته باشین این هستش که هر 3 ماه یک بار سعی کنید که شامپو کندیشنرتون رو عوض کنین، چون که اگر عوض نکنین و مرتب اون مدت طولانی استفاده کنین باعث میشه که موهاتون به اون شامپو کندیشنر دیگه جواب نده و خوب در واقع تمیزش نمیکنه اونطور که باید. هر 3 ماه یک بار قسمت انتهایی موهاتون رو کوتاه کنید. میدونم که خیلی سخته ولی چرا این نیست، میدونید که زیبایی سختی داره. وقتی که قسمت انتهایی موهاتون رو کم میکنید موخوره ها رو کوتاه میکنین و باعث میشین که موهاتون پرپشت‌تر بشه چون به رشد و نموش کمک میکنه.
موهاتون رو هر روز نشورین، چون که آسیب خیلی بزرگی رو به موهاتون میزنین. وقتی که هر روز میشورین، شما اون روغن‌هایی که خیلی مهم به صورت نچرال توی پوست سرتون تولید میشه رو از بین میبرید، باعث میشه که موهاتون خشک بشه. در واقع اون روغن‌هایی که پوست سرتون تولید میکنه اینا بسیار مفید هستش برای موهاتون و با هر روز شستن شما اونا رو از بین میبرین و به همین خاطر آسیب میرسونید به موهاتون. در نهایت ازتون خواهش میکنم که تغذیه سالمی داشته باشین. تغذیه خیلی مؤثر هستش توی موهاتون و توی پوستتون. آب خیلی مصرف کنید، برای پوست خیلی خوب هستش و برای مو همچنین، چون که باعث میشه که هایدریت بشه، یعنی رطوبت به موهاتون برسه. و همچنین سعی کنین که میوه و سبزیجات خیلی استفاده کنید که ویتامین های لازم رو برای داشتن موهای زیبا به دست بیارید. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو مشاهده کردین. لطف کنین یادتون نره که سابسکرایب کنین، لایک کنین، هر چیزی که تنگتون میخواد پایین توی کامنت بار برام بنویسین. و من خیلی چیز میذارم که بهتون نشون بدم. بذاریم بریم سراغ اصل مطلب. فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. او مای گاش، اینا خیس و مرطوب هستن، فکر جای بد نره. و مهمتر از همه این دیگه چیه؟ موج مصنوعی. امروز من موج مصنوعی میکنم. من دیوونه نیستم. آره اینقدر من خرید کردم، اینجا اجباری در کار نیست. من خیلی دوستش دارم، خیلی مامونی، من دوستشون دارم. اینم برای اونایی که نمیدونستم.